ایول راست گفتی. خاندایی ما همیشه میگفت توسن شغال پیشه به طبیعیه صفیه هندی شبیخون زده. بابا لا اله الا الله. بابا لام هستم کلم پیچه گردنو پارک جوراسیکه. اینم دایناسور شد که بابا لام هستم بی خود نگفتن تیبیریش زده تو دنده گله بار یک از یکم تابلوتر و خرگردنتر. پیر نمیشه آخون که ای بر ابلیس لعنت. آخوند چینی ما اجازه گرفتیم نگیم آخوندا. ولی خودش گفتن که ما نه خب به من بگید آخوند چینی. آخوند چینی دیگه چه خریه؟ وارداتیه؟ ما کلی چیز از چین وارد کشورمون میشه ولی خیلی چیزای مهمتری ما از کشور صادر میکنیم. مثل حاج آقا. حاج آقا رو صادر کردیم. حاج آقا ارادتمندی. حاج آقا درود بر شما. سلامت باشید. بکش نصیر رو تب کنیم یارو رو معرفی کنیم کیه؟ معرفی میکنم حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر اسکر آقایی که ایشون بنده خودم به همه دکتر میگم دکتر نیستم. ما بی خیال فرش راهی رو که اون کردان ملعون باز کرد و شیخ فری آسفالت کرده تو دیگه باز چارنل بری. اصلا دکتر کمه یه سردار مردارم ببن به 2 متر مداخل داره. آیت الله جوادی آملی هم 80% بیماری‌های انسان را مربوط به بیماری‌های شکم دانستند و چند توصیه پزشکی داشتند. بفرما. عرض نکردم عاشق پشمک کلینیک تخصصی هم زده و رفته تا مایه طبابت. خب الان نسخه رو بپیچ. تا آدم گرسنه نشد غذا نخوره یه مختصر موندگی سیروشه کاشت. اوه فیروز آبادی تو اینو داشته باش. طرف راستی هست که حالیشو 80% بیماری هایی که تو این بیمارمون راجع میکنه مال شکم. ایول بابا آخون شناسی ها معلومه حالیته. حوزه رو تین کشیدی. از صفر شروع کرد و به اینجا رسید. چیه؟ کیو داره میگه؟ مادر ترزا؟ دو تا بوسش مانعی نداره. اوه به نازم اشوه رو خاندایی ما راست میگفت توسن خدا نجار نیست ولی در و تخته رو خوب به هم جف میکنه. مواظب باشید ذخیرة الاسلام رو جابجا میکنید. نه بابا حاجی واشه رو داشته باش زیاد بالا نبند. این ذخیره اسمال به نشنی میفته از شرمندگی ها. دنبالش بخونید میشدن. سوریه خب حالا خطر شهادت داره. بابا ضایع کردید این ذخیره اسلام و اصله نظامو که. البته از قدیم هم علمای نظام گله رو میدادن رو مین ولی خودشون قیفش رو میگرفتن و قیاف زردشون رو رو نمیکردن. بابا ضایع کردید این یارو رو. ترس از شهادت اونم تو استان 35. من 4 فصل زندگی را دیدم تا چرخ و فلک بر سر دوره هر شب همین دوره. البته اگه توسن نباشه که با یه جفتک چرخ و فلکی حقتو بذاره کف دستت. ایول راست گفتی. خاندایی ما همیشه میگفت توسن شغال پیشه